کړی ده، همدا ځواني موږ د دې وطن په دفاع کې ورکړې ده. هر څوک چې دلته غښتلتوب کوي بیا دې زما سره اعضای ولسی جرگه پس از ساعتها تنش‌های لفظی با هم درگیر شدند. این درگیری فیزیکی زمان اتفاق افتاد که هواداران میررحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند، اما این کار با مخالفت شمار دیگر از اعضای مجلس روبرو گردید و در این درگیری میز و چوکی ریاست نیز شکستانده شد. همگی بفهمه بدانه که ما پذیرفتیم همه چیزه، اما 4 نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این 4 نفر ما مشکنانه می گروگان گیده. ما میریم رئیس میاریم معرفیش میکنیم، دست هر کسی که چیز کده میتونه خلاص. قانونی پدر کس اینجا ریاست کدن نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست جنگ سالارش هم خلاص، دست دموکراتش هم خلاص. پس از درگیری محافظین امنیتی وارد تالار عمومی شدند و نشرات زنده تلویزیون ولسی جرگه نیز متوقف شد. هواداران رحمانی میگویند که چند تن از اعضای مجلس میخواهند مجلس نمایندگان را در گرو خود بگیرند و هیچ راه حلی را نمیپذیرند. دیروز بالا شد که علنی رایگیری شود، یا چند نفر که زورگوی است خودشان زورگوی است، دوستای دیگه که فرمستان هر قانونی که گفتن، هر تعاملاتی گفتن ما پذیرفتیم، قبول کردیم تا بکی ما استاد شویم قبول کنیم. سیری میگه سیری، علنی میگه علنی، هر چیزی گفته ما قبول کردیم. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، یک وکیل صلاحیت خودت داره. صبح آمدیم با یک امیدواری خاص آمدیم که امروز ما رئیس تعیین میکنیم، بالاخره میاریم به تالار داخل میکنیم و میشونیم، ولی متاسفانه که دیدن که اوضاع رو به اصلاحات صلح داخل پارلمان هستند، فقط به خاطر از اینکه وضعیت خراب کنن 4-5 نفر بدماش و ویلگرد هستند که در داخل پارلمان وضعیت امنیتی پارلمان خراب کردن بدبختانه. اما هواداران کمال ناصر اصولی میگویند که آقای رحمانی با افراد مسلح شخصیش میخواست بر کرسی ریاست مجلس بنشیند. امروز یک واقعه بسیار ناگوار و یک واقعی که در دیسیپلین، در قانون، در عرف پارلمانی مخالف همه چیز بود. جناب رحمانی صاحب کوشش کرد که تشریف بیاره به ریاست جلسه، همراه 40-50 تا بادیگاری که شخصی خود که داشت و ایجا داشت، وکیل صاحبا مقاومت کردن. هیله کوم د هر یو وکیل نه چې د خپل چوکۍ په خاطر، د خپل د دې خاطر چې ته امتیاز واخلې، د دې په خاطر چې ته چوکۍ وګټې، د قومونو په منځ کې جنګونه ماچوه. همدا اوس دلته زما حبیب افغان جوښ ستا په طرفدارۍ خبره وکړه. نور څومره وحدت ملي غواړې، مګر ته خو یو مراجع نشې زما په طرفدارۍ د خبره ونه کړه. زه به بیا ناستم چې ته به څه وخت وحدت ملي تمثیله. این درگیری در مجلس در حال صورت میگیرد که تنش‌ها بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه از نزدیک به 2 ماه بدین سو ادامه دارد.